میونی تربیتگیرندگان فعال مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی ناحیه شاه منصور از جانب شعبه معارف ناحیه آزمون ذهنی تحت عنوان دانا یکان دایر کرده شد. در آزمون که در مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی رقم 27 دایر کرده شد، از اکثر مؤسسه‌های تا مکتبی ناحیه تربیتگیرندگان فعالانه شرکت نمودند. آزمون از روی 8 شرط دانستن افسانه‌های گوناگون، معین نمودن مضمون رسمی پیشنهاد گردیده، قرائت نمودن شعرها در وصف وطن، استقلالیت، صلح، ارزش‌های ملی، وحدت ملی، اویلا، فصل‌های صلح و غیره، نامبر نمودن کلمه‌ها با آوازهای صداناک و همصدا، از 3 تا 6 کلمه ساختن جمله‌ها و دیگر شرط‌ها برگزار کرده شد. پای حفظ وطن از خواب ماندی، گه از دیده جای اشک راندی، وسط از تلاش و زحمتی بش وطن را بر راه وحدت رساندی. ضمن چهاربینی گفته شد که آزمون با مقصد بیدار نمودن ذوق دانش اندوزی، آموزش مستقلانه علم و ادب، آداب حمیده و جلب بیشتری تربیتگیرندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی به دانش اندوزی در باغچه برگزار کرده شد. در آزمون درباره شعرها، قرائت شعر درباره وطن، مادر، فصل‌های سال و درباره افسانه‌های خلق تاجیک، باز درباره سن سالی کودکان، درباره مشغولیت‌های انکشاف نوع ادبیات بدیعی، اکولوژی، درباره همینا صحبت آزاد، درباره رسم کودکان برآمد کرده ایستادند. در آزمون هیئت حکمان از جانب شعبه معارف ناحیه شاه منصور انتخاب گردیده از داوطلبان تربیتگیرندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی حدود ناحیه در برابر دیگر شرط‌های آزمون ذهنی دانا یکان، اینچنین از کودکان با ترتیب شماریدن از عدد 1 تا 20 و برعکس تصورات کودکان درباره حل معماهای متمتیکی، کشیدن رسم طبق سفارش و دیگر شرط‌ها نیز پرسیده شد. لازم به ذکر است که آزمون ذهنی تحت عنوان دانا یکان با مقصد بیدار نمودن ذوق دانش آموزی، آموزش مستقلانه علم و ادب، آداب حمیده، اینچنین جلب بیشتری کودکان با آموختن مشغولیت‌هایی که در باغچه گذرانده می‌شوند، دریافت و معرفی نمودن بهترین کودکان صاحب استعداد می‌باشد. یادآور می‌شویم که آزمون جمع بست گردیده بهترین تربیتگیرنده به دور شهری آزمون مورد نظر راه داده می‌شود.